جنتی ها از دوزخی ها می پرسیدند ای مردم دوزخی آیا چرا شما دوزخی شدین؟ اونا چی می گفتند؟ لم نکو من المصلین، ما در دنیا از جمله نمازخوان ها نبودیم، ما به سبب اونه که نماز نداشتیم، عبادت خدا را که نمی کردیم، امروز وارد دوزخ شدیم. اینا البته در دنیا هم روسیا هستند، در آخرت هم دوزخ هم جای اینا هست. کسی که نماز نمی خواند، کسی نماز نمی خواند میگوید مسلمان هستم، مثل همونی هست که در تمام فحش و فحشا حاضر است، میگه دل من تازه است. برای آدم بینماز هیچ حاجت نیست در ختم قرآن نشستن، بلکه حرکت کند که از دنیا با نماز بگذرد. به پول حجامت در شهر مسکو شرکت شفافرما به شما پیشنهاد میکنند همچنین داروهای گیاهی برای پروستاتیت، قوی نمودن مردانگی، دراز نمودن مهلت همخوابگی، برای قد را بلند کردن، برای موی سر و ریش برآوردن، برای فربه یا خراب شدن، برای معده، گرده، پسریازم و ویتیلیگو را نیز پیشنهاد مینمایند. باوری ندارید، خودی حاضر به نمرهای در روی اکران بوده زنگ زنید. شفافرما در خدمت شما. السلام علیکم بابای داملا، از شما التماس سوالهای ما را جواب گردانید. سوال: من مرغ نان دادم، گفتن اوبال است، نان هم یک نعمت الهی است. احترام کردن هر یک نعمت الهی هم برای ما و شما ضرور است. هر نعمتی را که ما و شما میخوریم، خواه نان است، خواه از کدام نوع خوردنی که نباشد، البته نعمت الهی که شد، او را باید که ما و شما چیکار کنیم؟ شکر و سپاس کنیم، از جانب خداوند بدانیم و به احترام اونها برسیم. لکن نان دادن مثال در مرغ ممکن که سببش همین باشد که مرغ که مثال جانوری هست که همون نان هر طرف میپرتاید، تیت میکند، ممکن از همین خاطر البته گفته باشند اوبال است. لکن ما و شما گاو میتیم، سگ میتیم، اوبال نیست. مثال در مرغ دادن چی جای اوبال است؟ مادامی از ما و شما زیادی باشد، مادامی که مثال او را خورده که نشود، دادن در مرغ است، در سگ است، در گاو است، هیچی اوبالی هم نداره. آخه چی اوبال است؟ السلام علیکم داملای محترم، آیا سیر یا پیاز را خوری به مسجد آمدن جایز است یا نه؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بر ما و شما میگوید من اکل البصل و الثوم و الکراث، هر کسی که اگر سیر میخورد یا پیاز میخورد یا مثل همینها یگان چیزهایی که بویهای ناخوب دارد، مثل پودینه است، مثل ترب است، اینا چیزهایی هستند که بویناک هستند. رسول اکرم چی گفتند؟ فلا یقربن مسجدنا، بر مسجد ما نزدیک نشوند. برای چی؟ فإن الملائکه تتعزى مما یتعزى ابن آدم، زیرا اینکه ملائکه های خداوند آزار می‌یابند از آن چیزی که فرزند آدم هم آزار بیابد. مثال وقتی که در پهلوی ما کسی نشیند که اگر سیر خورده باشد یا پیاز، وجودی و البته بوی میکند. وقتی که بوی کرد آدمی در پهلوش نشستگی البته آزار می‌یابد. یعنی مادامی که فرزند آدم که از بوی آدم آزار یافت، ملائکه های خدا به طریق اولا از اون آزار می‌یابند. از این خاطر پیغمبر خدا گفتن به مسجد ما نزدیک نشوند کسی که اگر این چیزهای بویناک میخورند. اینا حلال هستند، حرام نیستند، لکن وقتی معین دارند. پیش از آمدن مسجد شما اینها را نخورید. در اساس این در یوسف قرضاوی هم چندین مسئله های دیگر را استنباط کردند، حتی که مثال در روز جمعه وقتی ما و شما میاییم، در این هم حدیث پیغمبر خداست، باید که وجود ما و شما پاکیزه باشد، باید که بدنهای ما و شما شسته باشد، لباسهای پاکیزه را پوشیم، بهترین لباسی که داریم همون برای روز جمعه پوشیم و خوشبویی داشته باشیم، خوشبویی استفاده کنیم تا که در پهلوی ما بودگی برادرها از چکار کنن؟ از بوی ما و شما راحت کنن. همه حالت در نماز و بیرون از نماز پاکیزگی برای همه ما و شما شرط است. السلام علیکم داملای عزیز، سگ بلوچک میکشد، چی خاصیت دارد؟
آدمان میگویند که خاصیت بیزیب دارد. خواهش میکنم که به ما فهمونید. راستی بار در حدیث ها دیدیم که وقتی اگر خر هنگس میزند پیغمبر خدا گفتند که شما لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم بگویید و سوی خدای خود پناه طلب کنید، زیرا که خر شیطان دیده آواز میزند. لیکن در بلوچوکی سگ راستی بار من ندیدم چیزی در حدیث و فکر میکنم که خاصیت بیزیب داشتن شما همین قدر بفهمین که خداوند در قرآن میگوید و ما اصاب من مصیبت الا باذن الله. هر مصیبت، هر خاصیتی بد است، بیزیب است، خوب است به سر شما میآید، همه از جانب الهی میآید. فقط و فقط هر چیزی که میبینید شما از خدا ببینید. کل شیء بالقدر، همه چیز به تقدیر الهی است. سگ بلوچک میکشد و ما و شما باز یک عادت دیگر هم داریم که اگر بوم از چیزی هست بالای خانه کدام ما و شما نشیند میگفتیم چغز است، میگفتیم که از این خانه کسی هلاک میشود. بیاییم که حتی چنان یک عقیده های پوسیدگی داشتیم که حتی چهارمغزی که از خانه بلند میشید میگفتیم صاحب خانه را هلاک میکنه. باور که همین چیزا در یاد ما هستند و حتی آدمی را در یاد داریم که همون چهارمغز کلان بریدن برای که صاحب خانه را چکار میکند؟ هلاک میکرده است. اینا در شما باور نکنید. امروز همین عقیده ها در وجود ما و شما جا گرفته است. اینا همه شرک به خدا هستند. حتی بین ما و شما در نزد دروازه ها ما نل کشال میکنیم، خرسندی در خانه میارن. از کجا خرسندی به خانه میارن؟ از دست یک آهن چی میآید آخه؟ یا در دست مثال کودکاتون، در گاورای کودکاتون، در بدنهای بعضی آدم کلان موره چشمی را میبینی، از چشم نگاه میکنن. اونا قدرت ندارن آخر. شما با اینا دیگر فریفته نشین. شما یگانه فقط از خداوند ببینین. هر ضرر زیانی که میآید فقط همون ذات میآرد. این موره چشمی چی از خودش آخه؟ با بعضی ملا شرم را کردم را چی آیتی میخواند میتد که برده در خانت کشال کن، البته از چشم شما را نگاه میدارد. از چشم شما را آیت های قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس بخوانید، آیت الکرسی بخوانید، در وجود خود چکار کنید؟ دم کنید، ان شاء الله از کل آفات شما را اینا نگاه میکنند. آیت قرآن شفا است. با اینا هیچ وقت باور نکنید. در خانه یک برادر رفتیم، یک خاری کلان بود. یک خاری کلانی هست که همتا دروازه همون بری بالا در کشال کردگی این خرسندی میارد برای خانه. وقتی که خرسندی که بیارد شما سوره اخلاص، سوره فاتحه میخونین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. پس شما ای چی هستین؟ ای پروردگارا فقط من تو را بندگی میکنم و فقط از تو مدد طلب میکنم. مادام این آیت شما میخونین، پس وقتی که ناله، خاره، موره چشمی است اینا را وقتی شما برای مثال حمایه خودتون استفاده میکنین، در کجا دیگر بندگی میشود؟ با اینا دیگر فریفته نشین، با اینا داده نشین. اینا از اسلام نیستند. السلام علیکم دامنای عزیز. میگویند که اگر دندان طلا کنی باید پیشکی طهارت سازی، یگان ضرر ندارد، درست است یا نه؟ دندان طلا را برای دندان طلا ماندن طهارت پیش و پسش شرط نیست. اگر ضرورت باشد جایز است. اگر ضرورت باشد جایز است. لیکن اگر برای زیب زینت باشد قطعاً حرام است. اگر برای زینت کنین همین دندانهای سالمی که دارین همینا را مثال اره کنین، میده کنین، دندان کنین، این 100% حرام است. حتی در عبادتهای شما چی است؟ کراهیت پیدا میکنند. لیکن اگر ضرورت باشد باکی ندارد. برای این طهارت پیش و پس هیچ لازم نیست دیگر. دامنای عزیز، پدر و مادر من جدا شدند. ما با پدرم هستیم. او نمیخواهد که ما با مادرم واخوری کنیم. میگوید که اگر واخوری کنید عاق میکنم. ما با مادرم واخوری کردیم، او فهمید، ما را به خانه راه نمیدید. چیکار کنیم؟
اکنون عاقی که او پدر میکند عاق هم صورت دارد. در هر یک صورتی که فرزند مطرح عاقت میکنم عاق نمیشه بچه. تو پیش مادرت نره، او مادری که او را زاید است، مادری که از پدر چندین برابر حقش بلند است، چرا پیش او نرود؟ رسول اکرم وقتی نزدش آمدن گفتن با کی خدمت کنیم؟ رسول الله چی گفتن؟ امک ثم امک ثم اباک. چرا 3 بار پیغمبر خدا نامی مادر 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 بعد پدر؟ چرا پیش مادر نرود؟ فرزندش است، حق دارد که پیش فرزند می رود، پیش مادرش می رود، رفته زیارت میکند. اگرچه عاق چم که کنی عاق نمی شود. عاق تو برای آن که فرزندت نماز نخواند، عاقش که مثال در راه خدا نباشد. این چی است که هر یک کاری در که اسلام با او جانبدار باشد و تو زیدی او ببرای با عاق کنی، این عاق عاق ندارد، چی معنی هم ندارد. السلام علیکم داملای عزیز. ما یک گروه طالب علمان همین شهر از شما خواهش میکنیم که به این سوال ما جواب صحیح گردانید. بعضی آدم های یافت شدن که مولود نبی را بدعت می حسابند. شما چی میگویید؟ سوال دوم، بعد قرائت یگان آیتی از قرآن صدق الله العظیم گفته می شود، این را هم بدعت میگویم، به این چی میگویید؟ صدق الله العظیم گفتن چی جای بدعت های آخه؟ بعد آیت خواندن همون انسانی که بدعت میگوید خود همین صدق الله العظیم میدوند که چی معنی دارد؟ آیت وقتی ما و شما میخونیم مثل که ما خواندم آیت و ما اصاب من مصیبت الا باذن الله صدق الله العظیم، هیچ مصیبت به سر فرزند آدم نمی آید مگر که اجازت الهی نباشد. صدق الله العظیم، راست گفت از خدای بزرگ. چی جای بدعت است؟ این جای بدعتی ندارد، خود راست گفت است. یا صدق رسول الله صلی الله علیه و سلم میگویم، یا حدیث گفتیم راست گفت از پیغمبر خدا، این جای بدعت ندارد. لیکن در مسئله مولود بدعت بدنش اگرچه در زمان پیغمبر خدا نبودند، در زمان اصحابم که نبود، لیکن امروز برای ما بی‌نهایت ضرور است. اگر خالی از منکرات باشد، خالی از بزم بازی و خالی از آن حرام کرده های خدا باشد مولود، این باکی ندارد. آخه رسول اکرم وقتی سئل رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی از پیغمبر خدا چی پرسیدند؟ مل ایمان، ایمان چیست؟ رسول الله چی گفتند؟ تطعم الطعام. گفتن پیغمبر خدا که دادن طعام است. ای الاسلام خیر، کدام اسلام بهترین است؟ باز رسول الله چی گفتن؟ اطعام الطعام، باز دادن طعام است. پیغمبر خدا ایمان و اسلام به دادن طعام هم چی کردن؟ حواله کردن. حالا که مولود نبی دادن طعام است و شنیدن امر معروف و نهی از منکر است، چی جای مثال دیگر نامشروعی دارد؟ باکی ندارد، بلکه فضل است. امروز خوش به حال او برادرایی که مثال یک موعظه را تشکیل میکنند و عالما را دعوت میکنند، به گوش مردم سخن خدا و پیغمبر را میرسانند، این جای بدعت است. آیا بدعت نه تویای است که هیچ معنی ندارند؟ انا بدعت است. تویایی که اپا و خواهر و چد یک جور رقص بازی میکنند، انا بدعت است. این حرام است، بدعت هم نیبو. مولود چی جای بدعتی دارد؟ در حالتی که سخن خدا به گوش همه مردم میرسد. امروز نه تلویزیون در دست ماست، نه رادیو، نه گازت. همین یک معرکه بعضی سبب میشود ما یک موعظه میکنیم، همیشه هم بدعت ببراریم، چیکار میکنیم بعد؟ السلام علیکم داملای عزیز. با ما فهمونید که آدمایی هستند که 5 وقت نماز را با جماعت میخوانند لیکن پیوه مینوشند. اسلام اینها را چه حکم میکند؟ ما درباره اینها گپ زده بودیم. کسانی که عرق می نوشند، شخصانی که مثال پیوه می نوشند، چیزی که نباشد مسکننده باشد، اینا حرام هستند. خداوند در قرآن میگوید انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. خدای شما بر شما میگوید بدرستین که عرق، قماربازی، فالبینی، بت پرستی، پیش هیکل رفتن، اینا رجسم، اینا پلید هستند. من عمل شیطان، عملهای شیطانی هستند. فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اگر شما از این چیزها دوری بجویید از خدای خود نجات میابید. و
و عبادتایی که شما در عبادت هم میکنین باز در برابرش حرام خوری میکنین. حدیثی از پیغمبر خدا یادم آمد که رسول پیغمبر خدا چی گفتن؟ اگر شما چنان نماز بخوانین حتی از خواندن نماز میانای شما خم شود، چنان روزه بگیرین که حتی از روزه بسیار گرفتن شما مثل زیواری باریک شین، تاری زیواری باریک شین، خداوند از شما این نماز و این روزه را قبول نمیکند تا وقتی که شما پرهیز نداشته باشین. تا وقتی شما پرهیزکار از حرام کردهای خدا نداشته باشین این نمازهای شما در نزد خدا قبول نمیشه. نماز میخواند زنا میکند، نماز میخواند عرق مینوشد، نماز میخواند موسیقی مینوازد، نماز میخواند رقص و بازی میکند. این چگونه نماز است آخه؟ نمازی که تو را از این کارها که من نکرد این در نزد خدا نمازی تو نماز نمیشه. نماز همون نمازی هست که تو را از تمام جمعی کارهای بد راه میگیرد، منت میکند. داملای عزیز، در محله ما یک آدم ختم خوجه را نادرست برآورده است. ختم درسته یا نه نادرست، همین رو بر ما فهمونید. ختم خوجه نه فرض نه واجب. خدا رحمت کند بابای ملا شریف در همین شهر شما زندگی میکرد، در ما هم استاد است. همه هم داملای ختم کرده بودن، همه هم داملا بودن. حضرت میگفتن که در بین همین مردم ما بجز خواندن تبارک همون هم یک عالم بخواند دیگر هیچ ختم جایز نمیشود. زیرا این مردم عامی است. این مردم سوره ها را خوب گذراندگی نیستند، سوره ها را خواندگی نیستند، میخوانند غلط است. از این خاطر بهترین شمین است که یک جوان است یا پیرانسال است کسی نباشد سوره قرآن گذراندگی باشد، آمدن تبارک بخواند، با 3 بار سوره اخلاص در حق ارواح همون بخشد، بس از کفایت کننده است. لیکن ما و شما وقتی ختم خوجه را دست میزنیم باید که تمام اما آدمایی که ختم خوجه میکنن همان سوره های علم نشره و سوره اخلاص همونها را گذراندگی باشند و همونها را بدانند. بهترینش همین است که یک طالب علم یک کسی باشد که همون سوره قرآن هم میدانستگی باشد، تبارک است یاسین است برده یک بار بخواند بس از کفایت میکند. و باز یک راه خوبی همین است که قریب برای ختم خوجه چند نفر آدم لازم است. امروز مردم بیچاره خشاق است، 6-7 نفری که میبره مثال در همون پنجشنبگی است با کدام خیر خدایی نباشد اشتراک کردن همون صفی آدم کمتر باشد، هم سبکی برامون خاندار میشود، هم سوره قرآن درست خوانده میشود. این بهترین است. میبخشید ناملای عزیز، همین سوال من در جواب گردانید. دجال چیست معنایش؟ که مرا یک بچه دجال میگوید. دجال این بسیار نامی بد است و دجال خودش کافر است. این یکی از نشانه های ساعت است، یعنی قیامت است که دجال میبراید، مردم گمراه میکند. یک برادر دجال گفتند یا یگان لقب دیگر ماندن. خداوند در قرآن به شما خبر میدهد ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان و من لم یتب فاولئک هم الظالمون. خدای شما به شما میگوید هر وقتایی که اگر یک برادر شما نمازخوان باشد، مؤمن باشد، مسلمان باشد، در او لقب نمانید، زیرا اینکه بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، آدمی که ایماندار است، آدمی که از خدا میترسد، این بدترین نام است برای آدم ایماندار. وقتی او را تو دجال میگوید یا یگان لقب دیگر میمانی بر او. اگر شما میگید خداوند با همین گناه خود توبه نکنید، شما از گروه ظالمان هستید. یکدیگر را لقب نمانید، یکدیگر را نامش بگیرید، فریاد بزنید. السلام علیکم. داملای محترم، ناخونی دست و پای و موی سر را در تگ پای پرتافتن ممکن یا نه؟ بعضی آدمان نافهم میگویند که درست است. همین را میفهمونید التماس داملای عزیز. البته این چیزایی هستند که از وجود آدم هر چیزی که جدا میشود اینا را ما و شما زیر خاک کردنش سنت است.
در زیر خاک بمانیم، از اوی که در قد راه میپرتوییم، خواه ناخون است، خواه مثال موی سر است، خواه موی کدام جانبی که نباشد، اگر اینا را زیر خاک اگر ما و شما دفن کنیم این بهتر است از این که اینا ما و شما در قد راه میپرتوییم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستان محترم. ما در محلمون مسجدی داریم که 5 وقت نماز رو در آنجا میگذاریم. هممون بچه‌های جوان هستیم، اما کلانسال‌هان یگان تعشون به مسجد نمیآیند. آنها میگویند که مولای شما کودک بسیار در مسجد جمع کرده است، گفته از ما جوانان نفرت میکند. از شما داملای محترم خواهش داریم که نسبت این مسئله روشنی اندازید و حقیقتش را بر ما گویید که آنها حقا یا ما. باز یک مولای کلانسال در گذرمان هست که تماما به مسجد و نماز جماعت نمی آید، ولی در توی معرکه ها برآمده حافظی میکند. از شما خواهش داریم که نسبت این کردار این مولایمان به ما حقیقتش را فهمونید. بعضی آدمان میگویند که این خیل مولا را از عقبش نماز خواندن درست نیست و در وقت مردنش زبان او را باز دارید که کلمه طیبه را نتواند گفته. این یگان حقیقت دارد یا نه؟ از شما خواهش داریم که ما را با پررگی فهمونید. با احترام، یک گروه جوانان حقیقت جوی و مخلصان اشدی شما. خدای مهربان نگهبان شما باشد. در مسئله پیش در آمدن گفته بودیم که رسول اکرم گفته بودند 3 طایفه هست که لعنت خدا بر اونها هست، که یک تای اون کی بود؟ من اما قوم و هم له کارهون. یک کسی هست که ملا امامتی میکند در صورتی که مردم از او راضی نیست. مردم با چی گونه راضی نیست؟ مثل که کردارای ناخوب دارد، لکن چیکار کنیم که زمانه همچنان انسان آورده است در منبر جا کرده است. اگر همچنان انسان اگر امامتی میکند یا ملاگی میکند یا واعظی میکند، البته لعنت خدا بر او میرسد. والاولا بالامامه عالم بالسنه ثم الاقرا ثم الاورع. عبارهای مختصری ما و شما چی میگوید؟ میگوید کسی حق امامتی دارد که اولا عالم به سنت باشد، از مسئله و مسائل درکدار باشد، از حرام و حلال خداوند آگاه باشد، به سوی حرام کرده های خدا میل نداشته باشد، انسان یعنی پاکیزه باشد، پرهیز داشته باشد، اون کس حق امامتی دارد. لکن در حق اون جوانهایی که به مسجد می آیند، البته بسیاری کلانسال‌هایی هست که در این مسئله زید هستند. وقتی می‌بینند جوانای خرد به مسجد می‌آیند نافار می‌شوند، حالان که پیغمبر خدا به ما و شما وصیت کردگی هستند که شما دست‌های کودکاتون گرفتن به مسجد برین تا که اونا آموخته شوند، تا که اونا انبوه مسلمان‌ها را ببینند، تا که مثال دل و وجود اونها به یک ایمان و به مسجد عادت کنند. این یگان جای زلال ندارد. کودک در مسجد آمدن افتخار است. آخه برای چی منشان کنیم؟ برعکس ما و شما تیزک کنیم، برعکس ما و شما دل اونها را باز چکار کنیم؟ پرتر بسازیم، تبلیغ خوبشان کنیم تا که تمامشان آمده در مسجد بخوانند. و اون کلانسال‌هایی که به مسجد نمی آیند، خیلی اینا حالشان به خدای خودشان حواله. می آیند نمی آیند، کسی که البته می آید ثواب می گیرد. رسول اکرم میگه اذا رأیتم الرجل یعتاد المسجد فاشهدوا له بالایمان. وقتی شما میبینید که یک برادر در مسجد حرکت دارد، خواه برای ساختمانش است، خواه برای 5 وقت نمازی با جماعت است، شما گواه باشید که او کس ایماندار است. آدم ایماندار مسجد میآید.